در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند جلسه کمیسیون شهری مساعدتی برای خدمتگری اهالی در نزد رئیس شهر خوجند برگزار گردید. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده جلسه را حسنی آغاز بخشیده از جمله تاکید داشت که مطابق ماده 4 قانون جمهوری تاجیکستان درباره برای خدمتگری اهالی با مقصد به دست آوردن معلومات اوید به شماره و جایگیری اهالی در قلمرو جمهوری تاجیکستان اینچون معین نمودن دورنمای رشد جریان‌های اجتماعی اقتصادی و دموگرافی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره برای خدمتگری اهالی و فاند منزلی جمهوری تاجیکستان در سال 2020 قبول کرده شد. طبق قرارهای به تصویب رسیده از 1 تا 15 اکتبر سال جاری سنه گذراندن برای خدمتگری اهالی و فاند منزلی جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده است. سپس سردار ریاست امور شهر خوجند کاتب کمیسیون شهری مساعدتی برای خدمتگری اهالی شهر خوجند صدرالدین عیسی‌مدنی از جریان کارهای اجرا شده و آمادگی برای گذراندن برای خدمتگری اهالی و فاند منزلی شهر خوجند گزارشی مفصل داد. اطلاع داده شد که موافق نقشه چهاربینی‌های کمیسیون تشکیل کارهای معین‌کنی نامگوی کوچه‌های محلی داخل شهری و سرحد آنها معین کرده شد. همچنین با مقصد اجرای قرار رئیس شهر درباره چاره‌های لاوگی اوید به گذراندن برای خدمتگری اهالی و فاند منزلی شهر خوجند در سال 2020 ریاست امور نشان داد و شکل‌های موقتی حساباتی را اوید به پیشنهاد نمودن معلومات‌ها درباره رفت اجرای کارهای تیاری برای خدمتگری اهالی و فاند منزلی شهر خوجند در سال 2020 شروع از ماه سپتامبر سال 2017 وارد نبود. طبق شکل‌های حساباتی مذکور اوید به رفت کارهای به ترتیب درآوردن نام کوچه‌ها، رقم خانه‌ها در منزل‌های محل‌های شهری، لوحه و رقم‌گذاری، ترتیب دادن نقشه‌های سخماتیکی محل‌های شهری و خریطه شهر با راه سرتاسر گذاشتن درستی و پورگی به حسابگیری جاری اهالی را که در خانه‌های استقامتی و غیر استقامتی محل‌های شهری زندگی می‌کنند معلومات مفصل پیشنهاد کرده شد. در جریان جلسه همچنین سردار ریاست امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق حاکمبک نکهت‌سازی برآمد نموده از جمله تاکید داشت که اهمیت و ضرورت برنامه عمومی جهانی برای خدمتگری اهالی و فاند منزلی مرحله سال 2020 همچون منبع معلومات برای به نقشه‌گیری ثمرناک انکشاف اجتماعی اقتصادی مملکت طبق قرار شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد از جانب اسامبله ژنرال سازمان ملل متحد دستگیری کرده شده است. موافق توصیه‌های سازمان ملل متحد و قانون جمهوری تاجیکستان درباره برای خدمتگری اهالی نه کمتر از 1 مرتبه در 10 سال یا هنگامی برای خدمتگری نوبتی اهالی جهان گذرانده می شود. حاکمبک نکهت‌زاده از فعالیت نظررس و نمونه‌وی کمیسیون در شهر خوجند تحسین نموده اظهار باوری نمود که این معرکه مهم سیاسی در سطح بلند تشکیلی گذرانده می شود. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده جلسه کمیسیون شهری مساعدتی برای خدمتگری اهالی در نزد رئیس شهر خوجند را نتیجه‌گیری نموده جهت باصفت و در سطح ضروری گذراندن چاره‌بینی سیاسی و مسئولین داخلدار دستور سپارش‌های مشخص داد.